تا سحر فرشتگان خدا میان به زمین، در روایت داره میگردن، جستجو میکنن، صدا میزنن، ندا میکنن آیا کسی هست با خدا کار داشته باشه؟ آیا کسی هست بخواد التماسی بکنه؟ آیا کسی هست بخواد دعایی بکنه؟ ما دور هم جمع شدیم. خود این دور هم جمع شدن یه خصوصیتی داره، یعنی وقتی چند نفر با هم برن بخواد یه هدیه‌ای بده، کادویی بده، ماها که آدمای معمولی هستیم، 3 تا رفیق با هم آمده باشن پیش ما، بخوایم مثلا کتابی چیزی هدیه بدیم، رومون نمیشه به یکی بدیم به 2 تا دیگه ندیم. ما که آدمای معمولی هستیم. خدا که خداست و کریمه، آیا میشه مثلا توی مسجدی 200 نفر 300 نفر نشستن بگه من میخوام سوا کنم؟ حاشا و کلا که کریم شب جمعه بخواد سوا کنه، همه رو با هم میبخشه. کریم وقتی بخواد ببخشه کسی رو سوا نمیکنه، وقتی بخواد ببخشه کسی رو سوا نمیکنه، و وقتی هم خدا قرار تقدیر سال آینده ما رو معلوم بکنه، خدا جز به خیر تقدیر نمیکنه. اینم نکته خیلی ظریفی است. کریم وقتی بخواد ببخشه کسی رو سوا نمیکنه، وقتی بخواد ببخشه کسی رو سوا نمیکنه.